امروز قراره کباب برگ رستورانی درست کنیم. به هیجان آشپزی خوش اومدید. من پرویز هستم. برای برگ رستورانی بهترین گزینه راسته گوسفندی یا فیله گوسفندی هستش که خیلی نرمه اما خب قیمت بالایی داره. به همین خاطر ما از راسته گوساله استفاده میکنیم و اگه گوساله جوان باشه گوشش به همون نرمی خواهد بود. امروز از راسته گوساله استفاده میکنیم. این راسته گوساله ماست. بوده 1 سانت تا 2 سانت من انتخاب میکنم و تا انتها برشش میدم. برای اینکه راحت‌تر برش بزنیم دستمون رو می‌ذاریم روی گوشت که کاملا چاقومون به راحتی بتونه برش رو بزنه. برش می‌داریم. اگه یه جاهایی مثل اینجا پهن‌تر بود اونو حتما ازش جدا کن که گوشت یه دستی داشته باشیم. وقتی سلفون کشیدیم روش حداقل 5 ساعت می داخل یخچال استراحت کنه. بهترین زمان براش 24 ساعت هستش.